این آدمان ساکنان دهه گلگشت اشتراکچیان حشر دستجمعانه در تعمیر و بازسازی و کبودزار نمودن شفت راههای مرکزی دههشان میباشند. این راه مرکزی دهه گلگشت دهاتی به نام میرعلی محمدعلی فی ناحیه واسع بوده. توسط آن رفت آمد ساکنان دهه و حرکت واسطه‌های نقلیات به مرکز دهات و ناحیه تامین کرده می شود. کارهای ساختمانی با پیشنهاد جماعت دهات شروع گردیدند. پیام جناب عالی را تماشا کرده اقدام گرفتیم که همین دهه ما دهه گلگشت جماعت میرعلی محمدعلی با تشبث همین مردم همین دهه آبادانی را تشکیل کردیم. نه راه ها را سنگفرش کردیم، درخت ارچه‌زار شنانده ایستاده ایم. گلگشت حقانی میکنیم برای در جماعت دهه بهترین و حساب میره هم دهه ما و همین را اقدام گرفتیم که با هم بهتر خوبتر باشد. در تعمیر راه حشرچیان طبق نقشه معین و با جلب متخصصان راهساز متشکلانه محنت کردند. خط شفتی راه را معین نموده با مقصد در آینده منفرش نمودن این راه هر دو طرف آن را بتون ریختند. مسئله های ساختمانی سنگ و شغل با دستگیری صاحبکاران محلی دسترس کرده شدند. در اساس پیام پیشوای معظم ملت اساسگرای صلح و وحدت ملی که روز 28 دکبر سال 2023 با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان که پیشوای ارائه گردید که برای باز هم زیبا گردانیدن جمهوری عزیزمان امروز جماعت دهات به نام میرعلی محمدعلی تصمیم گرفته است در اساس نقشه چرابینی‌های پیام پیشوای معظم ملت علاقه نقشه چرابینی ترتیب داده شده است که امروز در دهه دو دستانی حدود جماعت دهات دهه گلگشت تصمیم گرفته که زیاده از 1 کیلومتر راه را با تشبث صاحبکاران و اهالی همین دهه سنگفرش نمایند و شفت راه ها را برای کبودزار کنی تصمیم گرفتیم که آباد و زیبا نماییم. در حدود جماعت دهات ما علاقه به نقشه گرفتیم که تمام حدود جماعت دهات را کوچه ها را با سنگفرش نموده بعدا در اساس شرایط و امکانیت ها آنها را منفرش گردونیم. با مقصد زیبا و دیدنی گردانیدن را تامین تازگی محیط اطرافیان حشرچیان در هر دو شفتی را با رعایت قاعده‌های پیش بینی گردیده درختان سایه افکن شناینده برای پرورش و نگهبانی منبع درختان توصیه‌های مفید دادند. با مقصد در سطح بلند جشن گرفتن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان همین گونه حشرهای دستجمعانه در دیگر دهه‌های حدود این جماعت دهات متشکلانه به راه مانده شدند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسع برای برنامه اطلاعاتی نوید.